قناعت با یک مثال ما واضح می سازم. فرض کنید یکی از بنده های الله در یک سال این قدر مفاد کرد و تاجر دومی عین کاری را که این انجام میداد او هم انجام میداد، اما او فرض کنیم این قدر مفاد کرد با این قدر صفرها کمتر. حالا اگر قناعت باشه هیچ وقت نمیگوید والا این بنده الله چرا این قدر مفاد زیاد کرد و من این قدر مفاد کم کردم. در این وسط حسد پیش می آید، کینه پیش می آید، دشمنی پیش می آید و مسائل زیادی. و اگر بگوید الحمدلله شکرگزار الله هستم، توکل ما به الله بود، تلاش کردم، دروغ نگفتم، فریب ندادم، اما باز هم بر من کمتر مفاد آمد، شاید امید خیرم بوده باشه.